برادران عزیزم، در حدیث صحیح آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند للصائم فرحتان، برای انسان روزدار دو خرسندی است. وقتی که میخورد، یعنی وقتی که افطار میکند، و دیگری به سبب روزه داشتن و اخلاصش در روز قیامت وقتی خداوند جل و علا رو میبیند. این دیمین خرسندی انسان روزدار است. یعنی انسان به سبب روزه داشتن یکی از پاداش بزرگترینش چی هست؟ دیداری خداوند جل و علا. جنت همه نعمت است، اما بالاترین نعمتی که در جنت برای مؤمن نصیب می شود برادران عزیزم، این دیداری پروردگار جل و علا هست. خداوند جل و علا دیدارش را برای ما و شما و گذشتگان و خانواده و آیندگانمان نصیب بگرداند. برادران عزیزم، امروز میخواستم در موضوع اولین سوره قرآن، یعنی فاتحه الکتاب صحبت کنیم. سوره فاتحه که یکی از دیگر نامهایش سبع المثانی است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام بخاری روایت میکند میفرمایند الحمد لله رب العالمین، یعنی سوره فاتحه هي سبع المثانی والقرآن العظیم، آن 7 آیتی که تکرار شونده است و قرآن بزرگ که به من داده شده است. یعنی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در اینجا ذکر میکنند که قرآن و این 7 آیت را علاهده ذکر میکنند که این خود جایگاهی چی است؟ بزرگی همین سوره فاتحه است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام بخاری و مسلم روایت میکنند میفرمایند لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، نمازی هیچ کسی قبول نمیشود، یعنی قبول نمیشود به معنی درست نمیشود تا اینکه در آن سوره فاتحه باشد. اگر انسان نماز بخواند در نمازش سوره فاتحه را ترک کند، در اینجا نمازش ویران میشد، یکی از واجبات است. پس بیایید در این لحظه های کوتاه معنای آن را میگوییم و امیدوارم همه ما و شما از آن استفاده نیک میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان. الحمد لله رب العالمین. ببینیم ما همیشه با حمد و سپاس و ستایش شروع میکنیم. الحمد لله رب العالمین، حمد و ستایش خدایی را که پروردگاری همه عالمیان است. همه عالمیان است. ما میدونیم بغیر این دنیا چقدر نجوم و چقدر عالم ها وجود دارند. بعد از اون خداوند جل و علا را صفات میکنیم. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم، بسیار بخشنده و بسیار مهربان است. مالک یوم الدین، پادشاهی روزی جزا است. در این دنیا همه ما و شما سرور داریم، راهبر داریم، اما در قیامت یک پادشاه هست و دیگر. هیچ پادشاهی هیچ کسی از دیگر کسی برتری ندارد. همه نزد پروردگار جل و علا برابرند. تنها در اون روز یک پادشاه هست که او الله جل و علا می باشد. بعد از که صفات کردیم مالک یوم الدین یعنی چی؟ باید ما همیشه بدونیم که قیامت نزدیک است و خانه اساسی ما جنت است. برای رفتن به اون باید کوشش کنیم. برای چی مرگ و قیامت و جنت ذکر می شوند؟ برای که این دنیا ما در این دنیا در امتحان قرار داریم. خانه اساسی ما اینجا نیست. خانه اساسی ما همون جایی است که حضرت آدم بابای ما و شما قطعه امام حوا در آنجا خلق شدن، در آنجا زندگی کردن. خداوند جل و علا به همه ما و شما جنت الفردوس نصیب گرداند. پس ببینیم بعد از اون ما میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین.
تنها و تنها تو رو میپرستیم و تنها از تو استعانت یعنی کمک طلب میکنیم. در اینجا نگفت از تو رو میپرستیم و تو رو چه میکنیم؟ از تو کمک طلب میکنیم، بلکه ایاک آمدگی است، تنها و تنها تو رو میپرستیم. این خود توحید است. و ایاک نستعین، و از تو مدد طلب میکنیم، از تو شفا میخواهیم، از تو فرزند میخواهیم، از تو رزق میخواهیم، از تو کامیابی در زندگی میخواهیم. اهدینا الصراط المستقیم. بعد از اون دعا هست پروردگارا ما رو در راه راست و راه راست هدایت نما. مؤمن همیشه باید دعا کند پروردگارا اهدینا الصراط المستقیم، ما رو در راه راست کمک کن، راهنمایی کن. صراط الذین انعمت علیهم، راهی کسانی که به آنها انعام کردی، یعنی نعمت دادی، اسلام بخشیدی، پیامبران، صالحین، شهدا، انبیا، همه اینها راه آنها را برای ما نصیب بگردان. غیر المغضوب علیهم، نه راهی کسانی که مغضوب علیهم خداوند به آنها غضب کرده است. آنها کیند؟ یهودیان. در تفسیر آمده است ولا الضالین، پروردگارا ما را از غضب شدگان و گمراهان مگردان. گمراهان کی را میگویند؟ در تفسیر آمده است که آنها نصارااند. از محبت زیاد به عیسی مسیح علیه السلام او را بردن به یک مقامی که ناممکن است. به هر حال اگر انسان بداند که چی میخواند، در اینجا نمازش با تمکین می شود، قلبش پر از نور می شود. دعا میکنیم خداوند جل و علا عاقبت و آخرت همه ما را نیک کند، ما را در راه راست استوار نگاه بدارد، در خدمت دین، خدمت مسلمانان، خدمت وطن کامیاب و موفق بگرداند و همه عبادت های ما و شما را به درگاه بی‌نیازش قبول بگرداند. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.